سلام، وقتتان بخیر. جنبش حفاظت پشتونها بالای حکومت پاکستان صدا کرده است تا با روند صلح افغانها صادقانه همکاری کند. منظور احمد پشتین رهبر این جنبش در جلسه کراچی گفته است تا اینکه در افغانستان صلح نیاید و پاکستان صلح نخواهد آمد. در ولایت قندهار بالای قماندانی ولسوالی دامان حمله موتر بم صورت گرفته است. مقامات میگویند در این حمله 7 مأمور ملکی، 9 پلیس، 2 سرباز امنیت ملی و 15 نفر دیگر ملکی نیز زخم برداشتند. وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 27 مریض کرونا فوت کرده است. این مرگ و میر ویروس کرونا از دوره قبلی کرونا بیشتر گزارش داده شده است. در ولایت غور یک مرد خانمش را با ضربه قیچی کشته است. مقامات محلی میگویند این مرد خانمش را زمان با قیچی از بین برده است که خانمش پاهای گوسفند را محکم گرفته بود و مرد پشمهای گوسفند را قیچی میکرد. و حاصلات جلغوزه در کشور 12% افزایش یافته است. وزارت زراعت و مالداری میگوید که در سال جاری در سراسر کشور 24,000 تن جلغوزه جمع آوری شده است.